با سلام خدمت عزیزان. این لاستیک پیکان آوردن 13 از اینجا پاره شده. حالا بریم واسه سنگ زدن و آماده کردن زیرکار. خب اینجا خب همینجور که میبینید دوختش میکنیم. کامل اینو دوخت میکنیم تا بره واسه چسب زدن. خب حالا که ما اینو کامل دوخت کردیم، اینجوری حالا میایم از چسب مخصوص و من خودم به شخصه از این نوع استفاده میکنم که یک لایه نخ تو این چسب هست، دو طرفش رو از این میزنم و این یکی چسبم واسه روی اون چسب نخ داره استفاده میکنیم. بریم واسه چسب زدن. خب حالا میایم یه لایه چسب زدیم، اینو میزنیم، از داخل هم میزنیم. خب الان یه لایه چسب نخدار رو زدیم، میایم واسه این یکی چسب رو این بزنیم، از داخل هم همینجور جلوی زدیم. میریم واسه آپارات تنظیم درجه ها بذاریم رو آپارات تا بپزه. خب حالا این زیر آپارات گذاشتیم با 160 درجه گرما و 45 دقیقه میذاریم تا خوب بپزه. بعد آخر سر نگاه میکنیم و اینم آخر کار. ردیف و مرتب 34 درجه باد زدیم، تمام.